تو همه دوران شاهیش کسی اختلاس نکرد، اما میگفتن همه حکومت دزدن. نفت گرون میشد، میگفتن داره همه رو میریزه تو جیب خودش. نفت ارزون میشد، میگفتن با غرب دست به یکی کرده و نوکر اجانبه. تورم نبود، اما همه میگفتن اوضاع اقتصادی خرابه. تو اکثر شهرها فاحشه خونه بود، اما همسایه کناری کسی فاحشه نبود. کسی تنش رو حراج نمیکرد، کسی کلیه‌اش رو نمیفروخت واسه خرج زندگی. آزادی اجتماعی 100% بود. اقتصاد ما بعد از ژاپن حرف اولو در منطقه میزد. رشد اقتصادی ما 2 رقمی بود و درآمد سرانه هر ایرانی 5 برابر همسایگان ما بود. در دوران حکومتش نه دختری اعدام شد، نه به دختری قبل اعدام تجاوز شد، نه روی کسی اسید پاشیدن، نه کسی توی خیابون رو شلاق میزدن. اینا هیچ. تازه کسی که قصد جانشان کرده بود بهش مقام و پست دولتی داد. اعتبار کشور و واحد پول ما هم که جهانی بود و همه دنیا تا کمر برامون دلا می‌شدن. بله، نامش محمد رضا شاه پهلوی.